چرا مشکلی مهاجران سر شد و قسم زیاد پول مفت میکوبند؟ السلام علیکم دوستان عزیز، امروز خواستم که همین موضوع رو کمی بررسی کنم. با مغازه ها در آمده نرخ و نو رو نگاه کردم و 4-5 سال پیش رو از اینترنت نرخ رو دیدم، بعضی چک ها رو دیده انالیز کردم که یعنی یک قریب 2 برابر بعضی نرخ و نو بالا رفتگی است. این یعنی از حسابی پروداکت گویم و دیگر چیزها رو حالا ما حساب نمیکنیم، ولی درآمد ما باشد همگی 20-30% بالا رفتگی است و خلاص. البته اگر به این نگاه کنیم یعنی روز از روز دشوار شده است که محض از همین حساب یعنی پول نمیرسد و وقت یگان سیلکوی بردروغی پول کارکنی یگان خمیک هم خیلی چیزها میبراید، یعنی زود همه آنجا میروند و قسم زیادی مهاجران در آنجا فریب میخورند که درباره این ما الکی چند ویدیو کرده بودیم. دوکو دمویو از عربستان سعودی بود، یعنی سیلکا باز یک چند چیز از والبرس بود که قسم زیادی بچهای ما یعنی در این دومی فریب خورده بودند و همین خمیک رو روزهای نزدیک بینید بچه‌ها هم قدر زنگ میزنند میپرسند نه گویا که با امیدی که میلیونر میشده باشم و همه این رو نگاه کردن. یعنی به خلاصه آمدم که مردم یعنی پول مفت و پول تیز میخوان که به دست بیارن. البته در اینجا یک پلیسی دیگر هست که بعضی راههای پول کارکنی باورناک نیست هست، رزولتات های خوب میدهد. چی خیل ما طول چند مدت است که یک چند پلتفرم های رو راههای پول کارکنیش رو آموختیم و یکی از آنها اویتو رو دیدیم که در اونجا پول خیلی خوب و تیز رزولتات دیدن ممکن است. اول ما خودمون مگزین شدیم، یعنی ابوها کراسوفکایی که اپتیم داشتیم در اونجا میفروختیم که در یک ماه الکی رزولتات خوب داد و با برابری یعنی پراداژ رو شدن الکی زکات ها سر شدن و خلاصه که یعنی تیز رزولتات دیدن ممکن است و رزولتاتی که در یک ماه از اویتو دیدیم یعنی از دیگر پلتفرم ها در 3-4 ماه دیدن ممکن بود. ما همه این رو به حساب گرفته خواستیم که همین پلتفرم رو به مردم آموزانیم، یعنی نفرایی که میخوان که زود و تیزتر پولهای خوب کار کنند و از همین لحظه سر کرده کورس اویتو رو کشیدیم. کورس اویتو یعنی در اونجا یک چند راههای بیزنس ها رو ما به پرگی یاد میدیم. حالا اکسیا رفته است که نفرایی که در حقیقت میخواهید میتونید که همین لحظه مراجعت کنید، چون از اکسیا دیر نکنید. اکنون چرا ما محض اویتو رو انتخاب کردیم؟ در اویتو یعنی باوری زیاد است. حالا اویتو سال 2021 به مارکت پلیس مبادل گشت که یعنی یگانه مارکت پلیسی که در اونجا هم خونه یعنی ندویژیموس داچا ماشین های قیمت یعنی چیزهای قیمت رو در همین پلتفرم باور میکنند و کلینت ها نیز در اینجا باوری زیاد دارند. در اویتو قریب همه آدم ها کار کرده میتوانند، خب اوبرچیسته باشد یعنی اسلوگ خودش رو میموند، بیزنسمن باشد بیزنسی خودش رو میموند، یعنی خلاصه همه از اونجا امکاناتی کار کردن دارند. یعنی شما کوارتیر ریمون میکنید یا اگه کاری دیگر میکنید، اساسی هر یک کار یعنی زیاد مبلغ به دست آوردن، این یعنی کلینت‌های زیاد پیدا کردن است و وقتی که شما این راه ها رو می‌آموزید یعنی کلینت‌های خودتون رو زیاد کرده در کدام ساحه‌ای که باشید میتونید پول کار کنید. مثال میارم، مثلا ریمونت کوارتیرا، نفری که بسیار بچهای ما رو میبینی که بعضی از کار نداریم هفته‌اش که بیکار میگردند، خصوصا در زمستان میگن که حالا کار یافت نشد. نفرایی که همین تلاشات که اویتو رو استفاده برند، شما هم در زمستان و هم در تابستان بیکار نمیمونید. مثلا ریمونت کوارتیرا گفتیم، شما در اینجا فقط ترس کلینت رو میوبید. نفرهایی که کوارتیر خود رو ریمون میکنن اساساً از چی میهراسند؟ یکم میترسند که کار سری وقت بود نمیشود، دوم میترسند که یعنی کچ بیزه میکنند، سیوم میترسند که شاید مستر پول رو میگیرد و گم میشد آنها یافته نمیتونند. در اینجا هنگام ابیاولینی ماندن شما مینویسید که ما یعنی پرید اپلاتا نمیگیریم، اگر یک قسط پول درکار باشد میگیرید به همون چیزهای درکاری. مثلا دوم ما استروگ از روی دوگور کار میکنیم، سیوم ما پول رو قسط میگیریم. وقتی شما همین طور مینویسید الکی کلینت رو شما جلب میکنید. خلاصا در همه سوال یعنی همین راههای فیشکایش هست که کار کردن ممکن است. اکنون شما تصور کنید که حالا امکانیت دارید مثلا
اگر بعضی نفرهایی هستند که بچه‌ها مثلا از گرانیتسا میبرند لیکن نمیدونند که باز گشته در اومدن میتونند یا اینکه نه، اینش رو تنها خداوند میداند. اگر شما در اینجا بیزنس های خود رو ساختید، یعنی یگان اسلوگه خود رو تیار کردید، وقتی شما برید هم از دیگر جا کار کردن ممکن است. حالا از مسکو شده در تمام شهرهای روسیه طریق اویتو بیزنس کرده می شود. اینجا در اویتو کار کرده ایستادن. این مغازین هم کراسوفکایی که میفروشیم، اویتو هم داریم، نداونا شده هستیم. شکر خدا خوب رفته ایستاده است. در اینجا یک چند مغازین دیگر، چند مغازین؟ 30 مغازین، در اینجا 30 اویتو. این اکانتی ما در یکاترینبورگ 179 تا عضو دارد. اینش باشد در شهر مسکو 229 تا عضو دارد. همینطور ما هم قریب در 20 شهر روسیه اویتو اکانت داریم، отдельный اکانت هر یک شهر به خیلی که میبینید. например مثال من این اکانت هم فوریه همین سال کشیدیم. در استاتستیک گیریم اگر در دوام 5 ماه 30,000 تا آدم دیدگی، از همین 6 میلیون تا قریب تا 7 میلیون با общий оборот این طول که یک شهر می باشد. وقتی که من خودم در زواد کار میکردم، مخصوصا در همونجا من طریق اویتو هم کار میکردم، کار میافتم، بچه ها رو میبردم یگون درچه کم کم، بعد خالدلنیک، تیفال، پلیسوس، همه خیلی چیزها رو گرفته در اویتو میفروختم که حالا همون در اویتو هم هست همون چیزها. اینچنین کاری که میتونید که در اویتو گذاشته کلینت‌های خود رو پیدا کنید. من مثلا اکانت شده میتونستم در همونجا اسلوب خودم رو настроить سمارتفون ای پلانشت گفتم ماندگی بودم، اون وقت اونقدر اکانت رو همه نمیفهمید، یعنی بسیارتر زنگ میزدن، میرفتم در 200-300 روبل یک اکانت شده میدادم که هر روز 2-3 کلینت داشتم و مخصوصا روزهای یکشنبه باز زیادتر میشد. دوستان، یعنی اویتو این یک پلاتفرم که به نهایت آسان است. مثلا من همین ساعت رو 1 سال در دست میکنم، پس از 1 سال من همین رو مخصوصا در اویتو فروخته میتونم. حالا اون که وقتی که ما چیزهای کهنه رو میفروشیم، باز چیزی نو رو فروختن به نهایت آسان است. در یک ماه در اویتو تقریبا 61 میلیون آدم میدارد که در روسیه باشد، یعنی قسمی 50% مردم پروگرام اویتو رو دارند و در اونجا باوری زیاد است. کلینت‌های شما اگرانیچه ندارد. شما خود در فود سیتی، در صدا و در کجای باشه، شما در دیگر شهرها، در دیگر دولت‌ها باشید، میتونید همچون منیجر یاد گرفته بیزنس دیگران رو پیش برید. اینچنین نفرایی که در حقیقت میخواند که مثلا راههای پول کنی از تلگرام یا اینکه اینستاگرام دیگر چیزها رو هم یاد گیرن، میتونید که مراجعت کنید. ما در این راه هم به شما میتونیم کمک کنیم. خداوند همه شما رو نگهبان باشد. باز معلومات پرو رو حتما در ویدیوهای آینده و شما میفهمونند.